سلام و درود بچه، چطورید؟ خوش اومدید این ویدیو. خبر خیلی خوب دارم. سایت جدید فری فایر وارد بازی شد. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم که چنل منو ساب کنید، زنگوله رو بفشارید و بریم شروع کنیم. Let's go. خب بچه، سایت جدید فری فایر 15 فروردین 12 فکر کنم صبح یا 7 سپتامبر وارد بازی شد. میریم داخل سایت. خب حالا جوایزش به صورتی هستن که مثلا آقا شما جوایزهای مختلفی دارن. حالا این دوتا دستگاه چیه که شما هی باید بزنید روی اون و تصمیم گیری کنید. خب خیلی جالبه. ببینید دستگاه اول اینی که هستش، شما اگر داخل این محدوده باشید انمی قرمز میشه، یعنی شما اگر داخل این محدوده باشید میفهمید که انمی اینجاست. حالا دستگاه بعدی این هستش که شما میایید بغل این قدرت و اینجا مثلا آقا من انتخاب میکنم که قرار فکتوری رو بزنم با تیر. وقتی که میزنید همون جوری تیر میاد تق 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 تق. آره کلا نه فکر کنم 8 تا تیر باید باشه. حالا چجوری مردم رای میدن؟ خب ببینید چند تا اینجا چالش داره که نوشته 1 دست بازی کن، 3 دست بازی کن، 5 دست بازی کن. بیا کنید 45 دست وین و کلی مراحل مختلف داره که در آخر در فکر کنم آخرم بهتون 3 تا اینکوباتر میده به همه و شما از اینجا میتونید انتخاب کنید که از کدوم خوشم اومد که داخل بازی بیاد. حالا آقا شما مثلا میگید که چرا اینا رو تست نکنید. خب بغل سمت راست اینجا مثلا میتونید انتخاب کنید، بزنید روی اون و داخل بی آر میتونید برید این کارا رو انجام بدید تا رای گیری واسهتون انجام شه. بعد امتیازات اول یه چیزی هستش واقعا نمیدونم چیه، یه دونه 3 تا از این چیزا میده، یه دونه چیز دابل ویکتور اسکین میده، 3 تا گلد رویال میده و در آخر ستی که واقعا همه جاش از نظر من خوشگله. اینم از ست کاملش به نظر من که میارزه و اینکه شما با رای دادن اینا مثلا میزنید روی این اگر از این چیزا داشته باشید و میزنید تا 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 که رایتون ببینید هر ثانیه مردم دارن رای میدن که کدوم بهتره. دمتون گرم، مرسی که ویدیو دیدید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار شما.